سلام به همگی. ما برگشتیم. به اکشن تون خوش اومدین. قسمت جدید اومد. جادو آغاز شده. بدون وقفه بزن بریم. درست موقعی که آفتاب داره طلوع میکنه، کریس زیر پتو و داره سعی میکنه یه چیزی رو بخونه که ظاهراً سر ازش در نمیاره. همینطور که مشغول این کاره، لویگارن چون کریس خیلی سر و صدا میکنه، پتو رو از روی سرش میکشه. ولی همونطور که داره سرزنشش میکنه، چشمش به نامه‌ای میفته که کریس داره میخونه. کریس هم ازش میپرسه که میتونه اونو بخونه یا نه. همین که خورشید از پشت کوه میزنه بیرون، اینکریت فوراً بلند میشه و میگه که وقت تمرین صبحگاهیه. بقیه هم تماشاش میکنن و همگی هم عقیدن که اصلاً پیشرفتی نکرده. جکسون میگه احتمالاً خودش هم میدونه که افت کرده، ولی چرا اصلاً به روی خودش نمیاره؟ رم خیلی در این مورد کنجکاو شده و با خودش میگه واقعاً تو فکر اینکریت چی میگذره؟ بعد از تمرین مارکوس صداش میزنه و یه مأموریت مزدوری بهش میده. اینکریت مأموریت رو میخونه. باید یه کلونی رو نزدیک یه شهر مرزی از بین ببره. مارکوس توضیح میده که تو این وقت از سال اوضاع بیرون شهر سخت میشه. تابستونا در رنده ها مثل مور و ملق از زمین میزنن بیرون. وقتی تعدادشون زیاد بشه و یه رهبر پیدا کنن، تبدیل به یه کلونی میشن که شهرک‌های اطراف رو تهدید میکنه. حالا هم یک کلونی بزرگ نزدیک یک شهر مرزی دیده شده. مارکوس فرماندهی دفاع از شهر رو به اینکریت میده تا به اوضاع رسیدگی کنه. موقع آماده شدن، پین میاد پیشش و از حجم وسایلی که اینکریت با خودش برمیداره تعجب میکنه. اینکریت هم مثل قدیما تو کراسگارد میگه که آدم باید همیشه آماده باشه. لویگارن هم حرفشو تایید میکنه و میگه برای همچین کلونی بزرگی آمادگی از نون شب واجب تره. همینطور که کریس هم داره به مأموریت نگاه میکنه، اینکریت به فکر خنجرهای سوتی میفته. با خودش میگه اگه بیشتر داشت خوب میشد، ولی چون فعلا نیمه الفی دور و برش نیست که غارتش کنه، راهی برای به دست آوردنشون نداره. کریس تا کاغذ رو میخونه، لرزه به تنش میفته و سریع میره پیش اینکریت و التماس میکنه که اونم ببره، چون معتقد این فرصت زندگیشه. آخه دقیقاً همون جایی که شهر مرزی هست، یه گنج پنهان وجود داره، یعنی ثروت افسانه‌ای یه تاجر به اسم دلف که مال 100 سال پیشه. اینکریت یاد اون نقشه‌ای میفته که تو آخرین میدون جنگ پیدا کرده بود. کریس بیشتر توضیح میده که این داستان بین پول پرست‌ها خیلی معروفه. گنج‌های دلف باید توی یه سیاهچال قدیمی باشه که دیگه حتی تله‌هاش هم کار نمی‌کنن. پین و اینکریت نمیتونن متنو بخونن. پین میپرسه این یه جور خط باستانیه؟ لویگارن میگه که خودش تو خوندنش کمک کرده، چون اون یه دانشمنده و رمزگشایی خطای قدیمی براش آب خوردنه. اینکریت تعجب میکنه که یه قورباغه عشق جنگ دانشمند باشه. پین هم تعجب میکنه، ولی لویگارن میگه نباید انقدر زود قضاوت کنن و کلیگویی کنن. اینکریت قبول میکنه کریس رو ببره، به شرطی که خیلی وقتشون رو نگیره. قرار میشه فردا راه بیفتن. اما یهو بقیه میگن که نمیان، یا میخوان بخوابن یا کار دارن. کریس تعجب میکنه، چون اونا قبلا همش دورور اینکریت پلک میزدن. پین هم نگران میشه که آیا با این تعداد کم از پس کار برمیان؟ لویگارن تصمیم میگیره باهاشون بره، چون دلیلی نمیبینه بدون اینکریت اونجا بامونه. چیزی که اصلاً استر ازش خوشش نمیاد. کریس فکر میکنه همین طوری هم اوضاع رو به راهه و میره وسایلش رو جمع کنه، اما اینکریت به بقیه نگاه میکنه و چهره هیچ حسی رو نشون نمیده. بعد از آماده شدن، گریس میپرسه که آیا اون پلنگ هم باهاشون میاد و استر با یه هیس کردن تایید میکنه که آره، اونم میاد. قبل از رفتن، جکسون چند تا خنجر سوتی به اینکریت میده. انگار راههای خاص خودش برای جمع‌آوری اونها داره. اینکریت میپرسه دیروز داشتی همین کارو میکردی؟ ولی جکسون فقط به این فکر میکنه که اینکریت در این شرایط به هر کمکی نیاز داره. اینکریت یه نگاه آخر به بقیه میندازه و میگه میدونه چرا دارن این کارو میکنن، ولی وقتی برگرده همدیگر رو میبینیم و اون موقع خوشحالتر میشه. بعد از رفتن اونا، رم بلند میشه و فکر میکنه که اینکریت تو سرش چی میگذره. راگنا میگه هیچ نشانه ای از بهتر شدنش نیست، ولی جکسون میگه دوره‌هایی بوده که اون خیلی پیشرفت کرده.
اونا هنوز بهش باور دارن و منتظرن ببینن این بار چطوری غافلگیرشون میکنه. رم که براش عجیبه بلند میشه و از راگنا میخواد طوری مبارزه کنن که انگار جونشون در خطره. بقیه هم بهشون ملحق میشن و امیدوارن اینکرید سر حرفش بمونه، چون اونا هم میخوان خودشون رو آماده کنن. کلونی ها معمولاً هیوله های اطراف رو به خودشون جذب میکنن. برای همین اونا انتظار یه سفر سخت رو داشتن و واقعاً هم همینطور شد، چون الان وسط گله‌ای از هیوله ها گیر افتادن. گریس میگه از وقتی راه افتادیم این ششمین گروهه که بهشون حمله کرده. پین معذرت خواهی میکنه و میگه مطمئن بود که مسیر درست همینه. اینکرید میگه عیبی نداره و به راهشون ادامه میدن. ظاهراً پینه یه راه فرعی بلد بوده که هیولای زیادی نداره، ولی هر بار که میرن باز هم به اونا برمیخورن. لویگان میگه این خیلی عجیبه، حتی اگه کلونی همون نزدیک باشه اینجا که دروازه شیطان نیست. اینکرید میدونه اونجا کجاست، منبع اصلی هیوله ها، جایی که دست آدمیزاد بهش نمیرسه و فکر میکنن ریشه همه این موجوداته. اوضاع داره عجیب‌تر میشه و اینکرید حس خوبی به این ماجرا نداره. وقتی به شهر میرسن، رهبر شهر بهشون خوش آمد میگه. اینکرید میگه برای مأموریت مزدوری اومدن. قبل از اینکه حرفش تموم بشه، مردی که پیداست گرم و سرد چشیده جنگه ظاهر میشه و میگه خودش در این مورد باهاشون حرف میزنه. اون با اینکرید دست میده و خودش رو دویچ فولمن، فرمانده نگهبانای شهر معرفی میکنه. اون خیلی رک و پوسکنده میگه که خودشون کار کلونی رو تموم کردن. نگهبانای اونجا مزدورای آموزش دیده‌ای هستن که هیوله ها حریفشون نمیشن. تازه دیوار شهر رو هم دارن که شاهکار یکی از مهندسای همون شهره. فولمن با تندی میگه یه حیوان معمولی هم میتونه از دیوار رد بشه. اینجا چیزی برای شما نیست. اون میخواد گزارش بده که مأموریت انجام شده تا اینکرید و گروهش برن. اما اینکرید قبول نمیکنه و با یه حرکت که فولمن رو جا میندازه میگه هر وقت من تصمیم بگیرم از اینجا میریم. گریس پادرمیانی میکنه و میگه چون از راه دوری اومدن و خستن، حداقل قبل برگشت یه شب استراحت کنن. فولمن بالاخره کوتاه میاد و به شخصی به اسم هوگو میسپاره که اقامتگاهشون رو نشون بده. هوگو هم با لبخند این کار رو میکنه. اما لویگارن حس خوبی نداره. اون اصلا نمیتونه به هوگو نگاه کنه. میگه انرژی هوگو شبیه اونا، فرقه مذهبی خاص است. ولی چون هوگو خیلی دوستانه رفتار میکنه، با خودش فکر میکنه شاید فقط یه شباهت اتفاقی باشه. وقتی تیم توی خونه مستقر میشه، اینکرید میگه محلی‌ها خیلی نسبت به ما جبهه دارن. کریس دلیلش رو میفهمه، چون اونا با حکم فرماندهی اومدن. اون مرد یعنی فولمن حس میکنه داره کنترل نیروهاش رو از دست میده. اینکرید میدونه قضیه فقط این نیست. پین شک میکنه که آیا واقعاً کلونی رو از بین بردن؟ لویگان میگه بعیده. با اون همه هیولایی که تو راه دیدن، کلونی حتما هنوز سر جاشه و بدون همکاری محلی‌ها کارشون سخته. اینکرید میگه مهم نیست، ما کار خودمون رو میکنیم. بعد هم میره با یه سری سنگ که معلوم نیست از کجا پیدا کرده تمرین کنه. بقیه میرن بخوابن. لویگان با خودش فکر میکنه که اینکرید چون پیشرفتی نمیکنه، داره یه سری تمرین تکراری رو مدام انجام میده. اما چیزی که براش عجیبه حالت چهره اینکریده. اون یاد عشق زندگیش میفته که اونم عاشق تمرین کردن بود. لویگان زمانی با اون مرد پیوند ذهنی از اون مدلایی که بین قورباغه ها و انسان هاست داشت و هنوز اون حس رو یادشه. عشقش به دست اونا کشته شده بود. از اینکرید میپرسه تمرین کردن برات خوشاینده؟ و وقتی اینکرید با همون چهره عشق قدیمیش جواب مثبت میده، لویگارن برای لحظه‌ای خشکش میزنه. اون طرف رهبر شهر به فولمن میگه که اونا بارها گله‌های هیولا رو شکست دادن، ولی تعداد درنده‌ها خیلی زیاده و باید کمک این مأمورا رو قبول کنن. اما فولمن قبول نمیکنه. میگه اینجا شهر خودمونه و همه برای فرار از دست اشراف فاسد به اینجا پناه اومدن و با خون جگر اینجا رو ساختن. اگه اجازه بدن شهریا دخالت کنن، کم کم کنترل شهر رو از دست میدن. اون به رهبر شهر اطمینان میده که خودشون از پسش برمیان و آدمای مورد اعتمادش مثل هوگو روی دیوارا نگهبانی میدن. همون موقع هوگو از نگهبانا میپرسه مشکلی نیست؟ اونم علامت میدن که همه چیز آماده است، یعنی دیگه لازم نیست تظاهر کنن و فردا نقششون رو عملی میکنن. صبح که میشه، بیشمار هیولا از جنگل بیرون میان و به شهر حمله میکنن. زنگ خطر به صدا در میاد. نولها حمله کردن. لویگارن تازه دوزاریش در میاد. اون حس عجیبی که از هوگو میگرفت مربوط به فرقه پیروان شیطان بود.
هوگو لبخند میزنه. اونا حاضرن هر کاری برای خدای خودشون که توی دروازه شیطان گیر کرده انجام بدن. همه چیز خیلی یهویی شروع شد. روستا غرق در آرامش بود که یهو با ورود نولها بوی خون همه جا رو برداشت و آشوب به پا شد. نگهبانا برای دفاع جمع شدن و اینکرید هم تیمش رو دور هم جمع کرد. اما لویگارن زد به چاک، چون قسم خورده بود هرچی پست فطرت عضو فرقه هست که عشقشو کشتن رو سلاخی کنه. نولها به گروه اینکرید حمله کردن. اینکرید به گریس و استر دستور میده که کنارش بمونن و خودش با شمشیرش 3 تا از نولها رو از پادر میاره. اون قبلا هم با گله های هیولا جنگیده و همون ترفندهای همیشگی، یعنی جا خالی دادن و ضربه زدن رو به کار میبره. اینکرید انقدر روی جنگ تمرکز میکنه که حواس دیگش از کار میفته. اما نولهای جهش یافته که خیلی بزرگتر از معمولی ها هستند براش دردسر درست میکنن. برخلاف لایکن ها این موجودات تمومی ندارن. روستا پر از جیغ و ترس شده و بعد از مدتی فقط صدای سوختن آتیش میاد. روستایی که با کلی امید ساخته شده بود زیر پای هیولاها له شد. اینکرید هنوز داره می جنگه و از تمام تکنیکاش استفاده میکنه تا شاید راهی باز کنه. استر هم تلاش میکنه بجنگه، ولی تو این فرم بدنیش جادوی قدرتمندی نداره که بتونه جلوی این همه هیولا رو بگیره. توی همین گیرودار کریز کشته میشه. استر با دیدن این صحنه تصمیم میگیره عقب نشینی کنه، چون نمیخواد مرگش بیهوده باشه. هرچند قسم میخوره که انتقام اون رو بگیره. هوگو هم لابلای شلوغی میخواد جیم بزنه که یهو لویگارن با شدت بهش حمله میکنه. اما هوگو یه سپر تاریک دور خودش داره که جلوی ضربه رو میگیره. لویگارن سرش فریاد میکشه، ولی هوگو با یه جادوی سیاه بهش حمله میکنه و کارش رو میسازه. اینکرید دیگه از پا افتاده، زورش به خودش نمیرسه و حتی نمیتونه بازوهاش رو بالا بیاره. اما یهو چشمش به بچه‌ای میفته که اون نزدیک نفسش رو حبس کرده و خودش رو به مردن زده تا زنده بمونه. دیدن این صحنه به اینکرید جون دوباره میده. نولها راه رو برای رئیسشون باز میکنن، یه نول غول پیکر که 2 تا شمشیر داره. اینکرید باهاش درگیر میشه و شمشیرش رو با قدرت پایین میاره، اما رئیس نولها با یه جهش میره پشت سرش و یه زخم روی تن اینکرید میکاره. اینکرید هنوز میتونه بجنگه، اما بدبختی اینجاست که تیغه شمشیر اون هیولا سمی بود. رئیس نولها با دیدن افتادن اینکرید لبخند میزنه. انگار بعد از مدتها اینکرید باز هم به یه سد محکم برخورد کرده که باید ازش عبور کنه. روستا مثل یه بساط کباب ارزون قیمت داره جلوی چشم همه میسوزه و آتیش همه چیز رو میبلعه. وسط صدای نفس زدنهای سنگین، اینکرید با صورت افتاده توی خاک و داره گل و چنگ میزنه. سم لعنتی کل بدنش رو فلج کرده و حتی نمیتونه یه عضلش رو تکون بده. مسخره اینجاست که هنوز بازگشت به عقب فعال نشده و اون مجبور همینطوری زجر بکشه. رئیس نولها فقط نمیخواد بکشدش، اون عوضی داره از تماشای این صحنه لذت میبره و به جای ضربه آخر زجر کشیدن اینکرید رو تماشا میکنه. با وجود این اوضاع، اینکرید هنوز میدونه شرط برد چیه: کشتن رئیس و نابودی کلونی. روی کاغذ ساده است ولی در عمل غیر ممکن. برخلاف بقیه کفتارهای پاکوتاه، این رئیس نولها هم خیلی سرعتیه و هم با اون تیغه سمیش نامردی می جنگه. اینکرید میفهمه که بازی خیلی خطرناک شده. حتی یه خراش کوچیک از طرف این یارو یعنی مرگ. همونطور که سایه مرگ روی سرش سنگینی میکنه، یه سوال تو ذهنش میچرخه: چطوری قرار غول مرحله آخر رو ببرم وقتی حتی نمیتونم تکون بخورم؟ یهو چشم اینکرید با یه انرژی آبی رنگ میدرخشه و دکمه ریست کائنات زده میشه. دنیا مثل موج روی آب لرزون میشه و یه صدای بی‌بدن شروع میکنه به فلسفه بافی درباره اینکه یه انسان تنها چقدر در برابر سیل هیولاها بی‌دفاعه. حرفای قشنگیه، ولی درس فلسفه با پریدن اینکرید از خواب توی اتاق تاریک چوبی قطع میشه. نه آتیشی هست، نه سمی، فقط امنیت تخت خوابش.
بالاخره سیستم بازگشت به عقب رضایت داد و کارش رو انجام داد. اینکرید بدون معطلی شمشیرش رو میچسبه، بیخیال حرکات کششی صبحانه میشه و مستقیم میره تو فاز جنگی. یه نگاه به گریس میندازه که رو تخت خوابیده. تو خط زمانی قبلی این همتیمی موصورتیش یهو مثل روح غیبش زد، یعنی قطعاً مرده بود. بعد هم پین، اینکرید اون رو فرستاد پشت دیوارها و دیگه بر نگشت که یعنی اونم سرنوشت شومی داشته. همونطور که اینکرید داره آمار شکست‌های آینده رو چرتکه میزنه، قورباغه یعنی لویگارن متوجهش میشه و تعجب میکنه که چرا رئیسشون کله سحر کاملا مسلح و آماده جنگه. اینکرید قبل از اینکه بقیه حتی چشمهاشون رو باز کنن، بیخیال قهوه صبحونه میشه و میره سراغ بازجویی. زل میزنه به قورباغه و کلمه کلیدی رو میندازه وسط: فرقه. واکنش قورباغه لحظه‌ایه. اول شوک، بعد خشم فرو خورده. مشتش رو گره میکنه و با نفرت میگه اونا یه مشت روانی پست فطرتن. قورباغه اطلاعات رو میکنه. کلیسای دروازه مقدس شیطان بدترین متعصبان قاره هستن. اونا شیطان رو پرستش میکنن و جهنم حکم سرزمین موعود رو داره. قورباغه میخواد بپرسه اصلاً تو از کجا اینا رو میدونی، ولی اینکرید قبل از اینکه حرفش تموم بشه راهش رو میکشه و میره. وقت برای سوال و جواب نیست. بیرون از خونه جی و داد شروع میشه. هیولاها اومدن. دقیقاً طبق برنامه یه نگهبان داد میزنه که گله نولها ریختن پشت دروازه. اینکرید خیلی خونسرد به قورباغه میگه فقط یه حس بد داشتم و بعد مثل کسی که برای یه قرار سرنوشت ساز دیره شده از روی نرده ها میپره پایین. همونطور که بین زمین و هواست مغزش قطعات پازل رو کنار هم میچینه. نمیدونه چرا فرقه این روستای دور افتاده رو انتخاب کرده، ولی میدونه لویگارن باهاشون حساب کتاب شخصی داره. وقت نظافتکاریه. قورباغه از اون بالا با جیغ تایید میکنه که آره خودشونن، همونطور که فکر میکردم، فرقه پیروان شیطانه. اینکرید با خودش میگه داشتن یه دوزیست عصبانی تو تیم از نظر تاکتیکی خیلی خوبه. پایین یه روستایی فقط چند ثانیه با تبر یه نول فاصله داره. بلا فاصله با سرعتی که دیپلماسی توش جایی نداره خودش رو پرتاب میکنه سمت هدف. نول یه تبر به بزرگی در خونه رو تاب میده، ولی اینکرید با یه پاتک قدرتی ضربه رو دفع میکنه و هیولا رو مثل لباس شسته شده مچاله میکنه. روستایی با چشمهای گرد شده نگاش میکنه و مغزش نمیتونه هضم کنه که چطوری زنده مونده. همون لحظه کائنات دوباره اون سوال فلسفی رو میپرسه: جدی یه نفر در برابر یه ارتش چی کار میتونه بکنه؟ اینکرید با عمل جواب اون سوال رو میده: خشونت. شمشیرهاش رو مستقیم فرو میکنه تو سینه نول، شاهرگش رو میزنه و فواره خون گرم میپاشه روی خودش. تا هیولا داره نفسهای آخرش رو میکشه، بقیه تیم دیوونه ها هم میرسن. گریس و پین با صورتهای وحشت زده میپرن وسط معرکه و دنبال توضیح میگردن، ولی میبینن رئیسشون از اونها جلوتره و همین الان هم دستاش به خون آلوده شده. فولمن با بقیه مزدورها حمله میکنه و داد میزنه که خط دفاع رو نگه دارن، ولی حرفش نیمه کاره تو گلوش خشک میشه. تک چشمش از تعجب گرد میشه وقتی میبینه اینکرید تمام پروتکل‌های امنیتی رو بیخیال شده و تکی شیرجه زده وسط معرکه. قبل از اینکه نبرد واقعاً شروع بشه، اینکرید حس درک تیغه رو فعال میکنه و میدون جنگ رو به سلاخونه شخصی خودش تبدیل میکنه. با اختلاف میلیمتری از ضربه هاشون جا خالی میده. وسط این سلاخی چشمهای تقویت شدهش روی یه هدف دور قفل میشه. یه فیگور سفید پوش که داره با یه هیولا میجنگه. اینکرید یه خنجر پرتابی رو بر می‌داره و چشمهاشو ریز میکنه. اون فقط دنبال جنگیدن نیست، اون داره شکار میکنه. اینکرید با پرتاب خنجر کمبوی خودش رو کامل میکنه. یه موشک پولادی رو وسط میدون جنگ پرتاب میکنه که انگار قوانین احتمالات رو دور میزنه و صاف میره سمت هدف. خنجر با دقت جراحی میشینه وسط جمجمه نول و مغزش رو تلیت میکنه. طرف که مثل ماهی از آب افتاده داره نفس میکشه، ولی فرصت تعجب کمه چون یه قررش گوشخراش بلند میشه.
اینکرید همینطور که داره مسیر خنجرش رو دنبال میکنه و راه رو باز میکنه، از زیر یه ضربه پنجه که میتونه سر یه اسب رو قطع کنه قصر در میاره. قشنگ معلومه روی رفلکس هاش خیلی کار کرده. میچرخه و تمام قدرت و سرعتش رو جمع میکنه. روی یه نقطه تمرکز کن. این ذکر تو ذهنش میدرخشه و تمام نیرو رو به نوک شمشیرش میفرسته. اون نیروی متمرکز فجر میشه و دفاع نول رو مثل کاغذ خیس پاره میکنه. بقیه نول‌های گله یه لحظه از غرغر کردن دست میکشن، چون تازه فهمیدن اون لقمه چربی که فکر میکردن حالا تبدیل شده به یه استخون گلوگیر و مرگبار. 2 نول دیگه که انگار پیرزنها براشون اشتها برانگیزترن بیخیال بقیه میشن و به سمت یه مادر بزرگ وحشت زده و دخترش حمله میکنن. اینکرید که انگار امروز داره 2 شیفت کار میکنه بلافاصله جلوشون رو میگیره. اون ضربه سنگین یه نول انیت با موهای سفید رو که از بالا میاد مهار میکنه و ضربه انقدر محکمه که کل بازوهاش میلرزه، اما دفاعش نمیشکنه. رسما الان سرشلوغ‌ترین آدم شهره. کریز که فکش افتاده رو زمین اصلا نمیتونه هضم کنه چطوری یه نفر تکی کل این غول‌های مرحله آخر و حریفه. حتی روستایی‌های ناامید هم کم کم نوری تو دلشون روشن میشه و زیر لب میگن شاید واقعا از این کابوس زنده بیرون بیان. فولمن در حالی که عرق از سر و صورتش میریزه تماشاگر این سلاخیه و میفهمه با وجود همچین غول بیابانی تو تیمشون شاید امروز قرار نباشه ریخت عزرائیل رو ببینن. فولمن میفهمه که ایستادن و تماشای حرکات نمایشی اینکرید استراتژی خوبی نیست. برای همین سر نگهبانا داد میزنه بیدار شید، کمکش کنید. اون نعره میزنه که هوای این پسره که داره 99% کار رو انجام میده داشته باشن. نول‌ها دوباره هجوم میارن، اما روحیه تیم بالا رفته. فولمن برای محافظت از شهر فریاد میکشه و نگهبانا بالاخره جرأت پیدا میکنن و خودشونو میندازن وسط معرکه نیزه و دندون تا پشت بازیکن برترشون باشن. فولمن فریاد جنگیش رو با جمله این شهر ماست تموم میکنه، اما اینکرید با حرکتش نقطه چین آخر این جمله رو میذاره. اون میاد پایین، به بدنش قوس میده و یه ضربه افقی درخشان و عظیم میزنه که کل میدون جنگ رو میشکافه. در حالی که بقیه تازه دارن دنبال انگیزه میگردن، اینکرید با یه چرخش ویرانگر کل اون منطقه رو از وجود هیولا پاکسازه میکنه. کله ها مثل بادکنک میترکن و میدون جنگ به یه کشتارگاه روباز تبدیل میشه. همین که گرد و خاک روی قبر دست جمعی که اینکرید ساخته فروکش میکنه، سرکله شخصیت اصلی داستان پیدا میشه. رئیس نول‌ها، همون شیطان سرعتی که تو خط زمانی قبلی اینکرید رو کرده بود مثل جاسوزنی. از روی جنازه نوچه‌هاش رد میشه. اون 2 تیغه سمی کثیف دستشه و با نگاهش تیر پرتاب میکنه. دوربین عقب میره و عمق فاجعه رو نشون میده. اینکرید یه تنه جلوی جمعیتی وایستاده که اندازه یک کشور کوچیکن. در حالی که نگهبانهای محلی دارن جیغ و بنفشهای هماهنگ تمرین میکنن و از ترس غش میکنن، اینکرید خونسردترین آدم اون منطقه است. دوباره اون نور آبی معروف تو چشمش میدرخشه، یعنی گرم کردن دیگه تمومه. اون فانوس به دست مرموز مثل یه ناظر سختگیر میاد جلو و زیر گوشش زمزمه میکنه که تلاش‌های اینکرید بیفایده است و دیگه به ته خط، یعنی حد نهاییش رسیده. اینکرید هم در جواب این انگیزه دادن عالی با شمشیرش جوابش رو میده. جوری شمشیر میزنه که ثابت کنه محدودیت فقط یه خط فرضیه که خداهایی که به اندازه کافی نمردن اون رو کشیدن. دنیا توی یه سفیدی کور کننده غرق میشه. اینکرید دندوناش رو روی هم فشار میده. تمام ارادش توی اون چهره خشن و مصمم دیده میشه. اون بدنش رو به فراتر از نقطه شکستنش وادار میکنه. ممنون که تا اینجا همراه بودین. اما داستان تازه شروع شده. اگه نمیخواین قسمت بعدی رو از دست بدید، حتما کانال رو سابسکرایب کنید و نظرتون رو درباره این قسمت برام بنویسید. به امید دیدار مجدد.